سخی جان بخیر قادر بخیر هستی؟ تبریک بخیر هستی؟ جور هستی؟ بخیر هستی؟ بازم تبریک باش آمدن نتونستید. نه زنده باشی برادر. بازم او دوست رفیق. بله بگی چاکلیت. دوست رفیقان به درد میخوره نه؟ حاجی دوست رفیق ما این چیز کم یک 5 سال فرق داریم. خواه 5 سال فرق داریم. یک 5 سال فرق 5 سال سخی کلانتر است. 5 سال کلان است. بچه کوی دیدیم یک ذره نیاز داره که مثلا یک ذره برشون رسیدگی بیشتر شود. ولی دیگه روزگار زندگی است دیگه به یام مشکلات دیگه برابر نشد به یگان کالا یگان چیزکا ما میگرفتم. چرا سخی خانه ما نمی یاد ما نمیکنی؟ اونم میفهمی که دیگه دینی کار بند هستم. هم غم کار بخورم یا غم شما را. میگه دیر آید درست آید. آفرین. حکایت هست، یک قصص. به نام خداوند بخشاینده و مهربان عرض سلام دارم خدمت شما هموطنان عزیزم. امیدوار هستم در هر جایی که هستین جور و صحتمند و سرحال باشین. انشالله که از جنجال ها و آفت های زندگی در امان باشین. بازم ما و وای جان با سخی جان یک جایی آمدیم خانه سخی جانشان و قسمی که شما به تصویر میبینید این بچه‌های نازنین هم اینجا هستند و همون قسمی که وعده کرده بودیم که ما میایم یک بار. و علیکم السلام. با دیدنشان یک احوالشان هم میگیریم که بچه‌ها کال دمی روزا کمی دچار مشکل هستن. همراه پدر جانشان یک جای دیگه قادر جان پدر از اینا سر کار است. برش تماس گرفتیم که قرار است بیای هم به تبریکی سخی جان و هم ببینیم که چی مشکلات داره در زندگیش، چی کمک برش کنه میتونیم. وای جان دیگه اجازه است چای بخوریم؟ بفرمایید سخی جان عزیز. ما هم سلام تقدیم میکنم برای عزیزای بیننده. خدا کنه جور و صحتمند باشن. دیگه باز ما آمدیم که مادر سخی جان یک ببینیم. قادر جان خواسته بود که سخی جان خانه یک بار بیا میایم دیدنش. تبریکی تابال ندیدش. دیگه نه اولادکای شما همینجاست. یعنی قسمی که معلوم میشه دمی هوای سرد ما و شما کده جمپرا خود جمع کردیم خنک میخوریم. زیر یک پیرن هستن. زیر یک پیرن هستن. دیگه اونا گفتیم که یا آتابال خونه شد 2-3 روزه که شد که وعده کردیم برایشان بود میگیریم و لباس میگیریم. دیگه بیکار نشدیم از مجموعه. همون رقم دیگه درگیر برنامه تا بیگا مصروفی برنامه. حتی آدم اولادای خود بعضی وقتا رسیدگی نمیتونه. واقعا خبر داری که مشکلات مریضی. اجمل جانم مریض از دیگه دعا کنید که اونام بخیر زودتر جور شوند. دیگه طفلاز مریض خو میشه باز با تغییر هوا آدم چیز امی دستش کدام چیز بد نخورده باشه دلکش اسیا کنه. اما تو دل درد شدن دیگه دو تا یک شردش دل درد شده اما تو دامن و دل درد دیگه اینه میقدر فرصت به خدا نمیشه خاله. اینم میشاره نه بسیار خوب دکتره. اینی میبردره یا اونو میگه اشتفای خدا میبره بسیار خوب دکتر لایق است. نموچه ببرید. اما تو میکنم خاله جون اما تو میکنم یعنی گپ سر ازی آمد که از این دست مصروفیت آدم از 8 صبح که میاد حتی تا 6 7 شام آدم نمیتونه آدم به خانه و خانواده خود رسیدگی بکنه. خود رسیدگی در خود آدم نمیتونه رسیدگی کنه. بعضی وقتا دوستا از ما بسیار زیاد توقع زیاد داره. شما مثلا به سخی کار کنین، به سخی او کار کنین، با پدرشی کار کنین، با برادرشی کار کنین. درست است ما مثل انسان دوستی داریم. ما میخوایم که برای هر فقیر، هر نیازمند، برای هر کس کمک بکنیم. ولی خود ما را از خود زندگی و مشکلات خود داریم. یگان وقت کمی و کاستی پیش میاد یا نارسایی میشه شما دیگه بود از ما گلمن نشین، ناراحت نشین که چرا این کارو نکردی. نه او کسی که ناراحت میشه خدا یک بار در جای ما قرار بتن. نه باز ان شاء الله کل مشکل حل میشه. به هر صورت چطور هستین قند کاکا؟ خوب هستیم شکر. جور تیار هستین؟ جور. شکر که جور هستین دیگه. نه نام خدا کنه جور باشه. زنده باش قند کاکا ماشاءالله. آفرین بچه کای باچورت یا بچای مستن بیادرزادای بچای مستن بچای با ادب هستن. اینمی قلیا بگویی هر چیز بگویی اینمی یاد دارن. یاد داره اینمی هر چیز یاد داره. از سوال کو جواب تمیته. آفرین سخی جان آفرین. بله برو شکر که در مقابل همی بیادرزاده مسئولیت احساس میکنی. شکر. ما را خوش ساختی. برو هر چی که اندیوالم هستی من اینه برات میگم مثلا من خود چیز ندارم. یک آدم فقیر هستم. اگر مثلا یگان چیز برات
برات روادار می باشه از همون رواداریتان مرا ببخشین. بخشیده من. همون چیز ناچیز بگیرید. والدم بیادرزاده چی کمک کنیم سخی جان تو بگو. در بیادرزاده ایم هر چیز. هر چیز. بله یا. کل چیز ضرورت دارن. آه دیگه آه. بود، کالا، جمپر، بله یا. خوراک. بله یا. کل چیز ضرورت دارن. کل چیزا. روغن آد روغن چیز، آه. هر چیز بله یا. یا خودت چی میکنی برایشان؟ خودم اینمی دستای ما پاک میکنم دیگه چی کنم. خب همون قبض دست. دستای پاک می. خب خاله جان کدی نواسای چطور رسیده ای روزا؟ با چی مشکلات روبرو هستی؟ چی گپ داری؟ لالا جان آنها خوشته کردن کدام اشتکت به شوق آنه قادر جانم آمد. این بیا قادر جان بیا بیا که ما خو ناصر جان هر روز کده ما بخیر هستی، صحتت خوب جان جور خیرتی. سخی جان بخیر قادر دیگه. بخیر هستی. تبریکی. ماشاءالله الله بخیر هستی جور هستی بخیر هستی بازم تبریک باش آمدن نتونستی نه زنده باشی بیادر. قادر جان سلام بیادر خوب هستی؟ جان جور است صحت خوب است. بیا پولیم بچه کاید بشی. برا بیشی برا سکایتا مانده نباشی بچه خیلی مجا پولیم بچه کاید که میشینی بشی. خوب هستی؟ قادر جان چطور هستی؟ بخیر بخیر هستی اینمو خیر چای خیرتی، صحت خوب جان جور. چاینک و گیلاس هم در پیش ما است که ما خاص خاطر خودت آمده. ما من خدا داختم خیرتان خیر من قادر جان هم از خودتون گیلاس هم از مادرت است. بچه‌ها شما چای پارتون؟ نه نه ها؟ ما دقیقا چای مده خورو. خوش آمدین زنده باشی، در خوش خانه باشی. غریبی به ما با چایی سه نمی خودش. خیر ببینی خداوند زنده نگیره باشی. قادر جان سخی چطور جان. هستی؟ تبریک باش لالا زنده باشی آجی صاحب. با این ما والا دوایتان. از چیز از این خبر شدیم بسیار خوش شدیم آمدن نتونستیم والا در مشکلات تا زندگی بند ماندیم خب خیر است دیگه. این حال خب بالاخره آمدی دیگه. چطور از زندگی چطور پیش میره؟ والا دیگه زندگی دنیاست دیگه جنجالای مشکلات، دیگه زنداری پدر اولادی بسیار مشکل یه گپ بیم. لالا میگه در کوزه و ما تشنه لبان میگه. تشنه لبان میگه من اینو گفتم یار در کجا و ما کجا. ما کجا والا بازم او دوست رفیق. دوست رفیق والا بله یا. بگی دوست چاکلیت. رفیقان به درد میخورنه. آه آجی دوست رفیق بده شکر از بیا. در پیش می باشه. چاکلیت بخور. از پشت پرده میگه گپ بزن. پشت پرده یعنی چی کنم پوستش میخورد. من نمیم قد شفتالو میزد یا قد سیب میزد شنید. بس خودت گرفتی او را خود. خیر خیلی چی میشد گفتم همسایه داری است. همسایه داری است هنمو قام نکنیم نمیشه. یکی دیگه بده قادر. خوز کو خودت نه ما تام بگی از چاکلیت. در این دلت کدام گپ نگرده. او را هم پوست کده بوده چی تو؟ اوش هم خو میگی یک پوست کده میدادی. خب قادر جان در چند روز میایم بچه کاید همیجا خانه پدر و مادرت است. آقای رو بیجه خانه آقای ماست خانه پدر جانت است، خانه آقایت است. همیجا با اصطلاح گفته همون کابلی ها زیادتر پدر آقا میگن. آقا میگن دیگه خانه پدرت است. همیجا خانه خود جای دیگه است بخیال ما. خانه خود ما در شور بازار است خب اینا میجه دیگه یک هفته میشه خانه پدر ما آمدیم خب آقای نمیجه دیگه میمان آمدیم خب خوب کردی. خب بیا انشالله خداوند کمک کنه که می مشکلات زندگی جنجالای زندگی بخیر حل شود و ما دعاگوی از این هستیم که خداوند هر خانه و خانواده را دیگه گرد هم داشته باشه، خوش خندان داشته باشه، زندگیشان با سعادت و خوشی بگذره. خیر ببین دیگه در خانه یا خانواده چیزی که بسیار مهم است این خوشی و خوشبختیشان مهم است. خیر ببین اتفاق دیگه ما برای خودت با تمام خانواده اتفاق، اتحاد، همدلی، محبت، عشق، صمیمیت میخواهیم. خیر دیگه فقط دعاگویت هستیم. دیگه آمدیم که دایی گفته پدر جانت آمدیم سرازی که آمدی نه با تبریکی سخی جان. والا از این چیز از بسیار خوش شدیم. از نامزادی از بسیار خوش شدیم. آمدن نتونستیم منال که دیدم بسیار خوش شدیم. خوش شدی دیگه. بسیار جان. دموری از کم هم هستیم یه چیز به این آوردام نتونستیم. خیلی جان جور باشه مقصد.
اینمی که دوستش داری هم یک چیز است. بیادر ماستم. چند سال خورده هستی از سخی کلان؟ ما این چیز کم 5 سال فرق داریم. خواه 5 سال فرق داری؟ یک 5 سال فرق 5 سال سخی کلانتر از 5 سال کلان است. مگم از تو کده جوان مانده. از من کده دیگه تر تازه است. اشتک داری دیگه خمار همی روزگار همی زندگی دنیا ما رو دیگه خراب کرد. خب بیا خدا مهربان است. خداوند خودش کمک کنه که بخیر مشکلات حل شود. خیر خدا یعنی صبح دیگه صبح بخیر پس کده اولادکای تا کده مادرشان یک جای باشه. بخیر ان شاء الله. خدا کنه کمتر شد. خدا مهربان است. ما دعاگوی هستیم. خیر ببینید. خب بیا ان شاء الله هر چی که خیر باشه، هر چی که قسمت باشه. دیگه موضوعی است که بچه کوی دیدیم یک ذره نیاز داره که مثلا یک ذره برشون رسیدگی بیشتر شود. ولی دیگه روزگار زندگی است دیگه به یام مشکلات دیگه برابر نشد، به یگان کالا یگان چیزکا ما میگرفتم نیست، کار بار نیست، باز ما خراب است. میریم در کار ساعت 1.5 ساعت از دیگه بالا کار کردن نمیتونی. با او را خرچ خانه کنم، با این کالا کنم، نان بخریم. این یک مشکلات بند ماندیم. راست میگه. خدا مهربان است، میشه بخیر. بیاید تشویش نکن، خداوند خودش مهربان است. دیگه کل ما شما را خداوند کمک کنه. خیر ببینی خدا مهربان است. خدا مهربان است. دیگه میشه ان شاء الله همه چیز آستا آستا بخیر جور میشه. ما هم در تلاش زمینی هستیم که ببینیم چی کار کردن میتونیم، برای خودت چی کار انجام دادن میتونیم. خواستیم که این مشکلات خودت که دوستا هم شریک کنیم. دیگه رئیس دفتر ما هم وظیفه داد که قادر جان هم گفتن که میای به تبریکی سخی جان هم برین ببینینش که هم تبریکی خودت هم روی صحنه شو و در این حال از مشکلات هم بپرسیم چی مشکلات داری که چی کمک برات کردن میتونن. خیر ببینید لما خیاد موکدی خداوند خیرتان بده. خدا مهربان است. خواهید یک مسئله است و جان کردم می سخی جان کل دفتر یک قول رفاقت و بیادری و دوستی داده. دیگه دفتر هم به خاطر سخی جان که یگان برنامه و چیزایی که امرایش داره میخواد که به تمام اعضای خانواده سخی جان یگان کمک چیزی عدسش میای برسونه. دوستایی که میتونن پیام میمانن میگن که میکنیم. بعض دوستا هم پیام میمانن. خود دفتر هم تا جای احساس مسئولیت میکنه که با پدر سخی، با مادر سخی، با برادرای سخی، با برادرزادای سخی هر چی که دستش میای بکنه انجام بده. دیگه کوشش خدا میکنه کلگی که بیا یک کار انجام بده. شما هم کوشش داریم که لایق زور خود باشن، آرام باشن، خیر ببینن. خدا برسانش. خدا زیادتر اقبال بلند بتیش. الهی آمین. الهی آمین. تاکیه که سخی جان کدی قادر یک چند دقیقه قصه که پشت دق شده چقدر دیر شده ندیدین. یگان سوال اگه داری ازش پرسان کن. بگو دفتر چرا پیشم نمیایی؟ گلگی کو بچهش ازش؟ چرا دفتر نمیایی؟ ما میامدم لالا دفتر میامدم برای صبح میرم شام میایم از کار اید رسیدگی کردن نمیشه لالا. اگر نی چرا نمیامدم؟ آفرین. روزگارش سخیره بود چرا خانه ما نمیایی؟ چرا خانه ما نمیایی؟ یاد ما نمیکنی؟ اونم میفهمی که دیگه دینی کار بند هستم. هم غم کار بخورم یا غم شما را. غم خود بخورم بگو، غم کار بخورم و غم شما را بخورم. خونو کم گرفتید؟ بله ها. کمپل بیارم. تربوزار علاقه زیر قوله. یعنی خوب شد که قادر جان آمد. چقدر دیر شده که نیدی قادر سخی؟ های داود دفتر. نه خودش بگه که چقدر دیر میگه. سخی؟ چقدر دیر شد؟ پس از این پرسان. یک 5 ماه شد. 5 ماه. دی 5 ماه کجا بودی؟ دی 5 ماه کجا بودی؟ چی کار میکردی؟ 5 ماه در خانه بودم. صبح میرفتم شام میمون کراچیوانی میکنم لالا. در کجا کراچیوانی؟ این در شهر. روز چند؟ روز ساعت 1.5 ساعت میرم کار میکنم. از اون خود زیاد خونه میشه. خب کار میکنی؟ کار میکنی. چطور کنیم نکنیم خود نمیشه. اشتکدار است بچه. بله ها. اینا تو هم اشتکدار میشی بخیر؟ بخیر خدا مهربان است. بخیر عروسیش ببینیم. میشه بسیار خوش میشیم. میشه بخیر. کدام سوال دیگه ازش اگه داشته باشی؟ نه دیگه سوال نداشتم. فقط
جانش جور باشه. خب بله یا از کل ما شما جور باشه، چیزی که خارج هستن در داخل هستن. سخی خوب بچه هر جایی که دلسوز هستن. است. نه؟ بیادر کلان ما از او کده این خوب است. خب بیادر کلانشان هستی، مسئولیت داره سرت، مسئولیتت است که باید کمک کنی کدشان، خبرگیرایشان باشی. تو مان دیگه چطور؟ دق بله شدی یا. پشت شدمانی تو سعی میکنی؟ دق شدم. دق شدی ها؟ بله یا. و چرا یگان و خانهشان نمیری خیلی؟ خب میگه دیر آید درست آید. آفرین. حکایت هست، یک قصص مرا گلاس بیا. مسافریست. این مسافر خانگاه که خوب جای مقبول است. بله یا. در لکسترین جای نه. کابل زندگی میکنی و بچه؟ هیچ کس اتخانه یافت نمیشه. نه خدا را فقط شکر، او خدا شکر. فقط میگه شوله تا بخو پرده تا کو. بچه اینا ما هم همیجا هستیم، رفتیم اونه خانه را دیدیم، عجوب کردیم اینو پدرش نمون. نرفت دیگه. نرفت. خیلی خوب میشه، دقیقا زمستان هم اونجا تیر نمیکنه. باز پس در عمل میامد اینجا او تو راه میشه. گفتم اموجا بچه که خانه میپالید، گفتم که والا دمی دفتر دمی بلاک اگر یک سیف پر دلار هم بانی ولی اگر پدر سخی بیایه نه سخی جان تاکید کل کنی. دنیا را دیگه خانه مادر نمیته. مختار شده. دمی خانه مختار شده. نه خانه پدریم است. ما خود برنامه گفتیمش نگفت، باز برنامه که ختم شد پشت سنام خیلی خواستیم که قبول کنه، قبول نکرد دیگه، خودش نخواست هیچ. خلاصه گفت امکان نداره میگه پا دیگه نگوید. جان رفتیم دیدیم خانه را رفتیم میبینیم. فقط اوتالو رو بودنه. بسیار مقبول. اونا بابه تا بگو قناعت بتنش که برین همونجا زندگی کنین بخیر. خواست میگه نه اوتالو رو بود، برد بود، او بود، تشنا بود. خب یا خدا میره. کل چیز کل چیز بود راست میگه. کل کار در دست خداست. در دست خدا. بدمنی آبدانه ما میجه هسته. اگه آبدانه کنده شد کوچ میکنی. اینی نعمت هست. نیامت خداست. هر چی که میگیش میگی بان ما یک ذره بخورم تو نخو، وقتش هست. دروغ میگم؟ نه بخور. وای جان یک دفعه قادر جان دمو اوایلی که ما در دفتر آمده بودم، باز قادر جان خواستیم که امرای سخی جان بردیم سلمانی، یاد دست قادر جان دیگه رفتیم چند برنامه داشتیم، باز یک برنامه پیش چی میشه میبینی اونجا چی میشه که اوگار شده چشمش که موش زده بود اینجاش کفان. دیگه یک برنامه دیگه در سلمانی رفتیم سیلیکاری کرد، بسیار قادر چند بار لات کرد دیگه نمو زدن بود قادر دیگه ندیده. قادر دید نه ولی که بیادر نمیشه کدسی. وقتایی بود که سخی بسیار شوک داشت، یعنی این تو بیخبر میبودی یک دم دریت میزد کده سیلیا کده مشت میزد. اصلا کدی مارا کدی مشت کده چی خواهو گفتی. اما تو بودا دیگه هر کس وای جان ام تو خاص و ناخاص بسیاری وقتا در چورت فکر میرفت و بسیار اعصاب خراب بود، یعنی بعض حتی یک بار کده کدام چیز وار کده بود سر بچه، یعنی از او زمان این مادرش چند بار کده مشت در پشت کده اینو میچه اینو میکی کاور همی تا که چاقو هم بود یک دفعه پس کرد پیش کرد اینو میجم زد همی هوای دیدیم همی زمین زمان سرم شاو شد. اونو تو بود وای جان، یعنی از وقتی که خودت آمدی یکی دو بار اگه زدن کندن سخیر دیده باشی، بعد از او دیگه این آدم یعنی دواره که شروع کرد پیش دکتر جمشید رسا بردیم و دواره خورد و هم تاثیر کرد دیگه. بعد از این دوا و دکتر و اینمی چیزا همی رفتن پاکستان تا بالا، با وجود از اینکه باور بسیاری دوستان نمیشن که میگه پاکستان رفته نرفته و دوا گرفته نگرفته، باورشان میشه نمیشه خدا خودش میفهمه. خدا خودش میفهمه. آفرین. بیا خیر باشه. چی کنیم؟ بریم بخیر. این دیدی بچهش اون اینجا چشمشه میبینی تا بال داغش مانده، آدم بیادر خورد خودمو تو میزنه، او خاطر بیادر کلانش هستی تو را چیز نگفت. از بدی تو این آمد این حال قادر جان این از خاطر یاد کردم که دیگه سخی جان او سخی نیست حاله. نه لالای ما بیادر کلان ما دیگه بیادر کلان در جای پدره. همونطور است دیگه، نه حاله هدف می است که حال شکر خوب شده. حال دست بالا نمیکنه. حال دست زدن.
گره پوشید نام خدا فقط یک ازبک وارید نام خدا ازبک باره. نه؟ دیگه سابقا 2 بار 3 بار کمی نسوار میگفت یا سیگرت میگفت که نه، نمیدادمش موشم شکلات. با حساب شارت میشد نه با بیخی نمیزنه قنی باز ایستو میرفت اوستو میرفت آدم میدید میفهمید که اینو اعصابش رئیس بیخی مادر آرام باشه. شده. میگه یک قطره چکان است همی کلگی چیز همون بخوره اینی هم بخوره این زرد ساش میگه میره از بین میره همون میبره نه دیگه اونم دوایی که داده دکتر فقط اونمو دیگه دوای اضافگی دیگه ضرور نیست که دیگه قادر دوا قصه کن بده. سخی اگه دقیق چی میگه کدی سخی قصه کنی لالا ما کجا گپ میری بزن. کجا نمیری چی خوردی چی ماندی قصه کن کجا میری خوردگی از خودت کجا قصه میری؟ تو دمو که بگو ای جایی همی چند روز کجا بودی چی میکدی ای چم تو چه بتا میگه کالای نوید مبارک. جمپر تبریک لالا اشما تبریک زنده باش لالا از خدا که تبریک ای نام خدا میگن نامزاد شدی دیگه خدا مهربان است دیگه روز سبا بخیر توی تکنیم گل و گلزار یک اتاقه که برای جور کنیم بی غم بخیر دیگه بعد مادرک زندگی نو بخیر چالان کنیم آه برادر والا آه. بگو تا عروسیم بخیر خدا همو قبطید مادرک که اون گزارش اتاق ما بگو تو جور کنی اتاق تو سرش گل بزن بچش. خدا مهربان است آه الله کریم است ناصر نکردی از کی؟ از همی سخیر خوکو میکنه از مسخیر از قادر سخیر قمک خوبی. خودش خوازاده بیارزادهش اون همی میامد پاکاری میکرد بخانه تکانی میکرد گل میزد برشان خوب سنگی رنگ مالی کردن چند تا تکه گرفتیم اول ما کوچ خدایی جا آمدیم باز آرسی ناصر جان شد اول ناصر آرسی که دوم قادر یا اول قادر آرسی نه اول قادر آرسی که که پچه کاش کلان است نه؟ خواه خواه تو قادر از جان از ناصر که خورد هستی نه کلان کلان هستی این خواه بینی پشت که. سخیستی از پیش این سخیست دومی خواه آه بیادر خوردمان ناصر است خواه دیگه ناصر از ما یک 8 سال 7 سال فرق داریم آه اما 8 سال فرق خیلی داریم نام خدا سخی خیلی سندش بالا است. میگم خودت میگن وقت یک چند 35 است میگن نه بالاتر است. نه نه امی وقت سخی. چی سخی شده زیاد بچه باشه 35 است ربانی آه، ربانی 35 است این پاچای خودم ربانی هم زیاد که باشیم یک جمعه رفت آسی نه 2 روز 3 روز آه 29 اما دیگه. وقت ربانی شد یک 35 است سخی خاطر گفت 5 سال خود ازی از سخی کده خورده است نه آه. باز 8 سال و قادر ازت کده خورده است. ناصر آه ناصر از ما کده 8 سال خورده 8 سال و خورده است خیلی فاصله داشته ناصر از اول. سخی کده 13 سال حتی آه خورده خورده است. است آه خورده است او وقت چی شده ناصر وقتی دیگه طالبان آمده بود نجیب دیگه طالبان خب دور اول اول خب اون یک 20 ساله است دیگه 20 21 22 ساله است 22 است دیگه نمه تو پس پیش هستن باز جالب ده چیز که ناصر از اردوی از اینا کده کلان معلوم میشه اون نام خدا یک ذره دجان یک ذره تناور است یک ریش میش شامپور است نه؟ شاملا کده باز ناصر و قادر چی ناصر و سخی هم چهره هستن زیاد چهره با چهره خود هستن. فرق میکنن تو زیاد سن پدر رفتی مالا چطور کنی دیگه خیسینو کی برم بگو سن پدر که ندارم کمی اولاد سن پدر میره دیگه گفته مردم سخی جان که از بوبو مانند است سن بوبوش رفته ها تو سن مادرت رفتی بچش بله یا چی بله ها یعنی اما تو دو چیش میسنی توست دق شدی پشت زیاد حتما ها سخی بله یا پشت قادر زیاد دق شده بودی پشت قادرک زیاد دق شدم قادرک خب بیادر خورده است دیگه همی هر چی کلان هم شوه بازم در نظر آدم خورد خیلی میبینی ها همونطور است خب به هر حال قادر جان قند مشکلات تا گفتی فهمیدیم متوجه شدیم دوستا هم تا جای متوجه هستند که در زندگی چی مشکلات داری چی سختی ها داری دیگه اول خو حلال مشکلات خداوند بزرگ است خداوند کل مشکلات حل میکنه و بعض وقتا باز بنداش سبب میشه که مشکل یک بنده خدا حل شوه دیگه البته خداوند ما را سبب ساخته تا بتانیم حداقل دستگیر خودت باشیم یگان کار برات انجام بدیم
یک کمک برات بکنیم برای طفلا یگان کمک چیز از دست ما به انجام بدیم بخیر ان شاء الله خیلی دیگه مقصد برکت در کارتان در وظیفهتان هموجا مقدس کارتان انجام میتین ازتان خیلی تشکر خیلی خیلی از شما هم تشکر لالا بله یا شما کمک میکنید. دست قادر جان بگی دیگه بخیر یک چیزی کمک کو کدش اینجا اولگیرایش باش اونجا سایت کو بچه بله یا قال از همه قصه طفولیتشان قصه کو در خورترکی این قدری ها که بودن چه قسم بود که قادر وقت خوب بودن. دوستش داشت خدای تو این حال این بچه های زمانه هرچی که نکو بکو این دیگه یک مشکلات داره بی در کوچه بعد گروه گروپ میدم میکرد این دیگه باش جنگی بود و این همی چیز بود و کوتر بود و گلسر بود و کرانی بود و این همی پیش های نایه را این همی بچه نموها میزد با دستر شام نمیفتاد میموند میپرید و کاو پدرش از چیز برخشان می آورد 3 تا 4 تا کاو کاکا نبود این همی کاوکا را ایلا میکرد بام با بام اینی کار داشت. خود شو خوب بودی میگن ناصر چی میگد ناصر؟ ناصر رو بخدا یادم نیست. ناصر عاجزتر بود بخیر ناصر با شوخی نمیکرد خب اینو می دو تا یک دو تا غیر شوق چیره شوق گودی پرا نداشت خب شوق گودی پرا یک روز دیگه می گوری پرا آمد نمی چیز بام ما این بالا شد دیگه خانه همسایه یک ماسکل بود نمی سر ماسکل تا تکت یک دفعه افتاد نمی سر ماسکل همسایه ماه رمضان هم بود اول ماه رمضان آمد یک دختره گفت اینه مادر ناصر اینه بچه ایت افتاد این آوردم باز همی کاکا بزن نمیزیشون افتاده ایشون بزن خود او مسکین اوگار نگاه میزنش خیلی خوب لطای کاکا را خوردین شما بچه ها کدام زیاد لط خوردی؟ غلام سخی غلام سخی؟ ای هم غلام اینجا سخی لطش بسیار خورده دارم. ناصر هم لط خورده من دیگه من غلط نخورد تو میگریختی نه مرا کار نداشت من با گفتش میکردم شما تو دیگه گروپا را بیست دیگه از من دیگه خود ترکی خوی نقصش در خانه نمیرسیده همسایه همسایه تو رو لط میکرد پدرش لط نمیکرد همسایه لطش میکرد آدمی خود ترکی می هر نفر است او وقت در وزیر آباد میشتین؟ وقت در وزیر آباد 4 قلا میشتیم خب کل طفلا شوخ می باشه دیگه کدام طفل است سر زمینا سر زمینا دور اشتوکی دور مستی می باشه با پسان آدم که یک ذره سند خود گرفتن گرفت با خوب و بد هم میفهمه که دیگه شوخی نکنه با خود آدم هم میشرمه که دیگه شوخی کنه تا این قدریا ای وقت شوخی های بچگی های نی وقت اینی هست از تو کدام شوخ است؟ او دیگه شوخ است جایک است جایک تو جایک است معلوم میشه بلاسی خب دوستای عزیز سپاسگزار هستیم از همراهیتان و در دقایق اخیر برنامه هستیم و جان عزیز دیگه کدام گپ و گفتنی از اون یک سر شروع میکنیم مرکز گفتنی های خدا بگه باز خداحافظی کنیم یا کدام گفتنی خاصی ندارم این همی قصه بود دیگه که اون یگان چیزای دیگه اگر از پیش ما مانده باشه خود اینا اگر کدام قصه دارین خود دیگه کدام خاطره یا بسیار خوب باشه یا بسیار بد باشه همراه سخی جان اگه داشتی اگر قصه کنی بشه والا خاطره خو بیخی از یاد ما رفته والا خاطره در یاد آدم نمیمانه نمیمانه آله سخی راست شد بگو تو را زیاد دوست داره یا قادره؟ ناصره؟ نه ناصر از یاد دوست ناصر دوست داره لالای خوردم ماست خب لالای خورد پس کرکی می باشه خب خودت کدامشان از یاد دوست داری از دوتا؟ من بیادر کلانم از یاد دوست سخیره؟ خب قنال خودش در یک جای قرار داره که این را به حساب کلانیش باید دوست داشته باشه او را به حساب خوردیش خودت دیوان سوختگی خودت هستی با خواباش خاله را پرسان کنه مگر چه اولاد فرق نمیشه آدم اولاد نمیتونه فرق کنه که بگه کدامش دوست دارم کدامش ندارم نه بازم یگان در دل شیرین کدام اولاد زیاد دل چینه راست شه بگو خاله
با خدا کلشه او تو خیر اولاد کلش زیاد. کل آدم دوست می داشت. دیگه سخی جان هم بسیار آدم شهیدار دید آه. بسیار زامت های خراب دید آه. من میرفتم هم مادر شدم هم پدر میشدم اون 2 روز 3 روز خودت مرا دیده بودی اما تو بتا میرفتم دستکایش میشستم دستایش میشستم دستوریش کار اون سخی بیا بریم خانه که دستنگا وار میکرد دوومه جور میرفتم ناجور پس میامد جگر خونی های سخیر زیاد دیدی دیگه بسیار دید حالا باز اون شای بچه ها سخی جان شده شکر، اون شکر. از برکت سخی جان زنده یک باشی. 4 نفر دیگه هم آرام است زنده باشی خیر آه. دعای کی بود در پشت ازی بود آه دیگه نه که واقعا نه. دل چه رنگ مادر باشه که در نگیره اولادش داود طور اکثر وز در سرکا باشه اون نه؟ یک ویدیو که بر نشان دادم دیدی دیگه آه چند ویدیو اون دیدیم مویاش تا اینجا دراز ریشش نه قدر دراز بود دیگه دستاش یک جلال زدگی آباد آوردهش این همه تو ما خونه بود همین ناصر آمده بود از آشپزی پیش خوازاده این همین آمد شام بود میگفت گیران خدایی رو چی کرد دمو کنجد اون بچه همین خانمشان مریض بود خانگکش تفلک شده بود چی گپه گفت هیچ شو هیچ چیز نگفت یا میزن خدا گفت گفت این سخیر آورده گفت برو سو نخوردم بچه نخورد سخیر از کجا آورده بودن؟ از جلال آباد آورده بودن اینجا دیده بودش که آوردن ترخم بازی سو ملازان نان چیز شو هم نخورد سو ایره دید پس همونجا و مادر چادری سر کو برو بچه بزن دیدم میخیر روز خراب بود باز همی ناصر خسر برش خوازاده بچه کاکای 4 نفر باز ایره بردن کالای ناصر آوردیم ایره بردن امام کرده کالا پوشانده میشه از اون 2 شب این همی جا بود باز میرفت 2 شب می بود باز میرفت نه ایره خوب بود خب برو شکر که روزهای بعد روزهای زنده باشی، خیر خراب کنی. گذشت الهی دیگه شکر، خدای حالا شکر. شکرانه گفتم همه قسمی که همه عزت و ذلت به دست پروردگار عالم است اونو تو روزار هم خداوند برش نشان داد و در نصیبش البته بود این روز هم که در بهترین جای کابل در بهترین اتاق میخوابه بهترین جای خوراکش لباسش پوشاکش زنده باشی، رفت خیر آمدش از ببینی. برکت از این مادرش پدرش برادرش خانوادهش کلگی آرام است و از خیرات و برکت از این چینل که از فعلا امی رئیسی که از کاربارش هم است رئیس، دفتر از دیگه از هر لحاظ مثلا این مایه خیر و برکت با وجود از اینکه یک مشکل عصبی و مشکل داشت اون مایه خیر و برکت برای همگی شد دیگه تشکر از همتون وقتتون گرفتیم قادر جان در فکرت هستیم هیچ نیست که در فکرت نباشیم کلگی در فکرتون هست ما یک کار حتما انجام خواهد زنده باشی، خداوند نگیرید این بچه یکم روزشون بیا خدا مهربان است و جان خدافیزی میکنیم خدافیز روز و روزگارتان خوش و تندرو عزیز وقتتان بخیر خدا نگهدار شما